بسم الله الرحمن الرحیم. اطلاع تدبیر گرد همایی نکویشی 119مین سالگرد سیاه دور آنلاین و سمینار علمی در مورد آن. هموطنان گرامی، افغانان وطن دوست، خواهران و برادران، السلام علیکم. یک بار دیگر قرار است به تاریخ 11 نوامبر سال 2012 میلادی سومین گرد همایی تقبیحیه و نکوهشی و سمینار علمی به مناسبت 119مین سال روز سیاه خط نام نهاد و تحمیلی دور آنلاین به همت یک تعداد افغانان ملی و وطن دوست در لندن تدبیر یابد. ما به یقین به این باور هستیم که در این مرحله با در نظر داشت وضع کشور و حالت ما یگانه کار مؤثر زنده نگاه داشتن این دایره ملی، کار تنویری و توضیحی وسیع مبنی بر غیر مشروع بودن این خط تحمیلی استعماری و از همان آغاز مردود نزد ملت ماست. بدین وسیله آرزو میکنیم جهت اشتراک در این نشست مؤرخ 11 نوامبر سال جاری در لندن با آدرس ذیل نسبت محدود بودن محل گرد همایی هرچه زودتر تماس حاصل نموده نام، تخلص، تلفن، ایمیل و آدرس پستی خویش را برای ما ارسال فرمایید تا خدمت شما دعوتنامه ارسال گردد. با احترام، بورد نشراتی و کمیته اجرایی شورای عالی حل معضله دور آنلاین.